چنانچه جلیقه با کشیدن دستگیره ها باز نشد، به لوله هایی که در دو طرف آن قرار دارد بدمید تا باز شود. دلت تنگ میشه واسه تمام مزه ها؟ کلا صحبت نمی‌کنی؟ اشتحاله خوردن روزای آخر توی تهران فقط داریم کف اندرسکو جیگر میبره. اینو اینجوری پس سوشی رو جیگر Today is my امتحان IELTS. How do you feel right now? Are you stressed? Why are you drinking coffee? Because my wife loves to drink coffee. من الان هندم بنده. بعد از آیاز شیش. استاد زبان انگلیسی، فارسی و خاور نزدیک. خیلی وقتی که معلم زبان داشته باشی که بدونم من همه آیلتس توی یه روز یاد بده این شده میری یه دونه نمره میاره قبول میشی. این نموشه اونه دیگه. معلم زبان یا یه همسری که زبان همسری که خیلی مدون و معلم خوبی. مسائل خونه رو دیگه داریم بسته بندی میکنیم، داریم تخلیه میکنم کامل دیگه. کلی خاطرات خوب و بد و خوب دیگه در خود. ببخشید این ویدیو عمودی بود برای اینکه دلم گرفته. یه با هم که دیگه پیشمون نیست. اتاق کارمون هم که دیگه تا دقایقی دیگه قراره جمع بشه. نه هم رفت. لباسم هم از شکال لباس سفید در خودم میدوی گرفته بودم. اینقدر همچین زیر اتفاق میفته وقت ندارم ناراحت باشم. میخوام ببینم تمام شد. خسته نباشی. تمام شد. واقعا بدون وجود تو هیچ کدوم از این اتفاقا امکان پذیر نبود. خسته نباشی. وسایل کار رو دیگه اینجا گذاشتیم که فردا دیگه من بسته بندی کنم. کیس فرد ایکس‌ری هم قراره با اون کیس دیگه و صندلی‌های فرد ایکس‌ری با این تابلو فرد ایکس‌ری و مجسمه‌ها و اکشن فیلم فرد ایکس‌ری مزایده گذاشته بشه. مزایده. های تمام. کل خونه رو جمع کرد با کمک همسر گرامی. دست در نکنه بچه‌ها. کل خونه رو تموم. اتاق کار دیگه نه کیسی وجود داره نه دیوار رنگی. دلم خیلی گرفته ولی اینقدر خستم که نمیتونم گریه کنم. پس بچیان که توی اتاق خواب. اینجا هم که روز اولی که من تحویلش گرفتم تمام. هیچ چیز دیگه نیست. خسته نباشید. بریم آسانسور بهتون نشون بدم. اگر اینا رو فاکتور بگیرید اینا میشه
کل وسیله‌ای که من باید با خودم ببرم اون جایی که باید ببرم. تمام عمل کردم. این چه خوشگله. فرهاد نظرت چیه که هر روز اینجاییم؟ بزن این میلیون قهوه میخوری. ندارم بکن اون نداره. کسی زن نگیری. یادتونه روز که اومدم اینجا خونه نشون دادم گفتم اتاق اینطوریه تموم شد دیگه. کل خونه تحویل داده شد و دیگه تموم. ماجرای من در تهران به پایان رسید و یه ماجرا و یه زندگی جدید متأهلی به یه کشور جدید به زودی شروع میشه و شروع شده و خیلی خوشحالم و اینکه میادم ناراحتم ولی اشکالی نداره. دلم تنگ میشه برای اینجا ولی دیگه بزو میام میخرمش کامل ولی فکر نکنم یه روز بیام چون که دوباره ممکنه دلم تنگ شه براش. اما سینی کباب محمد فولادی. نه کل خونه‌ام دیگه تحویل داده شد. این قسمت خونه من بود، اینجا لئو بود، محل کارم، اتاق خوابم و خیلی 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 زیاد دلم واسه خونه تنگ میشه. خونه که با حمایت‌های شما تونستم بگیرمش و الانم یه خونه رو پس دادم و دیگه تموم شد. کل این سفر من به تهران میشه گفت یه جورایی به اتمام رسید و سفر من به تهران دیگه تموم شد. ماجراجوییمون از چناران به تهران تموم و الان از تهران دیگه به پایان رسید و یه ماجراجویی جدید شروع میشه که به زودی در جریانش خواهید بود. ببخشید اگر ویدیو عمودی بود و افقی نبود ولی میدونم که حس خوبی بهتون داده. میدونم که شما بهترینید. یادتون نره که چقدر دوستتون دارم. خیلی دلم براتون تنگ شده. واقعا ناراحتم از شرایطی که پیش اومده واسه همه ولی میدونم که اتفاقات خیلی بهتری در پیشه برای هممون. خیلی دوستتون دارم. این سری بعدی میخوام اینجوری بشی نتونم بلندت کنم. باشه؟ بخور. فرهاد سیکس پک من دارم. اونی که از همه چیلی تره. باسا. خواهد باشه. هر میخوایی به دنداناتو بکسی. فرهاد چه حرفی داری؟ داری از ایران میری؟ دلم گرفته ولی خب اوکی. خدا نگهدار. ما بچه‌ها داریم میریم استانبول. هوا خیلی سرده. ساعت 5 دقیقه به 6 تا ساعت دیگه پروازمونه. How do I look? You look good.
گل وارد شدن. خب آقا رد شدیم از گیت، این مقداری ناراحتم به خاطر این واقعا قشنگ معلومه. الان داشتم با مامانم به مسیج داده بود، یه خانواده‌ام به مسیج دادن، تماس گرفتن، خیلی ناراحت کننده است. معلوم نیست چه مدتی نبینمشون، یعنی چند سال بشه، ولی خب یه اتفاقی که باید میافتاد و خب خدا رو شکر یه تایم مناسبی از زندگی ما افتاد. خب خیلی خوشحالم. حالا ماجراجویی‌های زیاد و جدید با هم دیگه داریم که به زودی در ادامه ویدیو با هم دیگه می‌بینیم. تهدید شد. Goodbye. بچه‌های گو اسم چیه؟ فرصت 13 سالته. جلیقه‌های نجات در زیر صندلی شما قرار دارد. در صورت دستور مهمانداران آن را بیرون آورده، به سر کرده بپوشید، سپس قلاب‌های اطراف آن را با آویز جلو حلقه نمایید. بند آن را بکشید تا جلیقه به تن شما محکم شود. چنانچه جلیقه با کشیدن دستگیره‌ها باز نشد، به لوله‌هایی که در دو طرف آن قرار دارد بدمید تا باز شود. یه سوال دارم. من میدونم کار بابا نوئل گرفته و یه جور رفتار کاملا نمیدونم. بعد حال داد خیلی حال داد. من عکس را انتخاب کردم تو خودت. این 3 ساعت برای من از بین 4000 تا عکس چیه؟ خب شما میگیری میخوابی؟ پارتنرت کارا رو میکنه.